کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که دسته نجات دهندگانش روز 11 نوامبر از کانال نیروگاه ورزاب یک ماشین سبکرو تمغه موسی را با استفاده از کران بیرون آوردند. گفته می شود روز پنجشنبه به قسم نوبداری کمیته خبر رسید که یک ماشین تمغه موسی که از شهر خوجند به سمت دوشنبه روانه بود در کیلومتر هشتم راه دوشنبه ورزاب به آب سر و زیر شده است. نجات دهندگان کمیته فوراً به جای حادثه رسیده ماشین را اول با سیمتناب بستند و سپس با یاری غرغره آهسته آهسته از آب بالا کردند. خوشبختانه در این حادثه ناخوش کسی آسیب ندید. راننده خود مستقلانه توانست از داخل ماشین بیرون شود و خود را سالم به ساحل رساند. گفته می شود در خبر کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از رانندگان خواسته است که هنگام سفر قاعده‌های بی‌خطری را رعایت نموده سرعت حرکت را بالا نبرند و جان خود و همراهان و راهگذران را به خطر ناندازند.